محسن فرانی هستم از برند لئوفیکس با پادکست شماره 3 با موضوع مقاطع گروتریزی و محاسبات حجم گروتریزی. امروز حالا میشه گفتش که من با توجه به اینکه توی پادکست های شماره 1 و 2 مرتبط با انواع گروت ها و اینکه گروت چیست یه توضیح جامع و کاملی در خصوص گروت ها دادم و استاندارد هایی که مرتبط با اونها هستن توضیح دادم. از این به بعد میخوایم به جزئیات بیشتری بپردازیم و اهمیت عناوین مرتبط با گروت ها و الزام اونها و اینکه رعایت اونها چه تأثیری توی عملکرد و نتیجه نهایی پروژه ما میذاره بهش نگاهی داشته باشیم. امروز در واقع توی این پادکست بحث مقاطع گروتریزی رو داریم و بحث محاسبات حجم گروتریزی و اینکه اینها چه اهمیتی دارن توی عملیات. در مقاطع گروتریزی زمانی که مشخصات فنی پروژه یا نقشه های پروژه در واقع تهیه میشه توسط محاسباتش انجام میشه و تهیه میشه در اختیار ما قرار داده میشه در بخش اجرایی، ما ابتدا به امر با بررسی این نقشه ها باید متوجه بشیم که در مقطعی که در واقع مهندس محاسبه سازه تشخیص داده که از چه نوع گروتی استفاده بشه، این تشخیصش اینجا یه نکته‌ای وجود داره که میخوایم اینو توضیح بهتری بهش بدیم، براش متصور بشیم و توضیح بدم. ببینید توی معمولاً در سازه های ساختمانی یا سازه های صنعتی، مثل منظورم از صنعتی بحث نصب تجهیزات هستش، تجهیزات مکانیکی، برفرض مثال مثل نصب تجهیزات توربین، نصب تجهیزات مخازن و پمپ ها، کمپرسورها و امثال هم توی صنعت نفت و گاز بیشتر مرسوم هستش. و منظورم از نقشه‌های ساختمانی نقشه‌هایی هستش که مرتبط میشه با بحث‌های مقاطع ستون، نصب مقاطع ستون روی ستون‌های فلزی روی بیس پلیت ها یا موارد اینچنینی در ساختمان‌های حالا میشه گفت مسکونی یا حالا تجاری و اداری. در زمانی ما همونطور که حالا اشاره هم قبلا کردیم، گروت متریالی بود که ما برای پر کردن فضاهای خالی با نیت تحمل و انتقال نیرو از مقطع بیس پلیت به فونداسیون ازش بهره می بردیم. این توضیح متریال یا مواد گروت در واقع در صنعت شیمیایی ساختمان هستش. حالا این گروت میتونه توی بین بیس پلیت و فونداسیون باشه یا میتونه حتی بین کاشی و سرامیک به عنوان پودر بندکشی ما داخل کشور ازش یا اسم میبریم و نام میبریم. این هر دو در واقع گروت هستن، در خانواده گروتینگ در صنعت شیمیایی ساختمان شناخته میشن، چون هر دو دارن یه فضای خالی که قراره پر بشه، در واقع عملکردشون به این شکل هست. خب ما ممکنه با واژه‌ها و علامت‌های اختصاری متفاوتی توی نقشه‌ها یا مشخصات فنی پروژه برخورد بکنیم که توسط مهندس سازه درج شده. اینجا خیلی ساده هم هستش و پیچیدگی زیادی هم نداره. در جایی که ما معمولاً از واژه G2 استفاده میشه، منظور مهندس سازه گروت سیمانی هست، گروت پای سیمانی هستش، یا اصطلاح انگلیسیش میشه cementitious base گروت که معمولاً برای تحمل و انتقال بارهای استاتیک سازه در نظر گرفته میشه و استفاده میشه. در بخش حالا میگم کاربرد بیشتری در صنعت نفت و گاز و نصب تجهیزات داره که واژه G3 استفاده میشه.
منظور از جیتیری همون گروت‌های 3 جزئی پایه اپوکسی هستند که به منظور تحمل و انتقال بارهای داینامیک و استاتیک، یعنی علیرغم اینکه بار داینامیک به عنوان یه مزیت بسیار مهمی برای گروت‌های اپوکسی در نظر گرفته میشه و خاصیتش رو به همراه داره، همچنان بار استاتیک رو هم امکان تحمل و انتقالش رو داره. یعنی به نوعی میشه گفتش که تحمل بار داینامیک به عنوان یک خصوصیت اضافی هستش در گروت‌های اپوکسی. این نیست که ما فرض مثال اگر یه ساختمان حتی یک طبقه بخوایم کار بکنیم و زیر بیس پلیتش رو بخوایم گروت بکنیم، میتونیم از گروت اپوکسی هم استفاده بکنیم. حالا به واسطه یه بحث هزینه و اینکه اوور دیزاین هستش کسی این کار انجام نمیده یا خیلی مرسوم نیستش، ولی به این معنی نیستش که گروت اپوکسی امکان استفاده در مقاطعی که گروت سیمانی استفاده میشن در واقع این امکان رو نداره و یا این مزیت رو نمیتونه داشته باشه و این کاربردش صرفاً بار داینامیکه. نه، به این شکل نیستش. خب ما الان متوجه شدیم که توی بحث شناسایی نوع گروت و به نوعی میشه گفتش که حالا من اینجوری تعبیرش میکنم که ترجمه معنی آنچه که ما در مشخصات فنی پروژه میبینیم یا رو نقشه میبینیم برای واحد پشتیبانی که خرید محصول رو انجام میده در بازار و اسامی که در بازار وجود داره رو، این رو ما به عنوان شخصی که تصمیم گیرنده هستیم برای اینکه چه متریالی کجای ساختمان استفاده بشه، حتی در دفتر فنی دوستان، این بر عهده ما هستش. این شناسایی رو به این شکل میشه انجام داد. بعضا حالا تعبیر این چنینی هم من شنیدم در کارگاه میکنن، جی تیری رو در واقع به معنای همون 3 جزئی در نظر میگیرن و جی تو رو به معنای 2 جزئی که حالا آب و سیمان هستش در نظر میگیرن. توی بحث جیوان هم خیلی مرسوم نیست استفاده ازش در کارگاه ها، صرفاً در کارگاه های بیشتر استفاده میشه که به عنوان عملیات تزریق در دوغاب های سیمان مورد مصرف داره و حالا به عنوان اکسپندر سیمان، منبسط شونده و حالا به نوعی چون ماده اولیه‌اش در واقع اکسید آلومینیوم هستش، شاید به عنوان پودر آلومینیوم هم ازش اسم برده بشه. خب موضوعی که اینجا اهمیت بسیار زیادی پیدا میکنه موضوع محاسبات حجم گروتریزی هستش. ما در حالت کلی زمانی که بحث محاسبات حجم مصرف یه محصول رو یا یه ماده رو توی کارگاه به مهندسین میسپرن، تصورمون این هستش که خب طرف از ما خواسته شده که به نوعی مثلا میزان مصرف سیمان پروژه رو ما حساب بکنیم یا میزان مصرف سیمان فلان مقطع بتون ریزی که قرار انجام بشه رو ما مورد محاسبه قرار بدیم تا یا خریدی انجام بشه یا یه برآورد هزینه‌ای انجام بشه یا موارد این چنینی. ولی در مورد گروت داستان متفاوته و اهمیت بیشتری نسبت به صرفاً برآورد هزینه یا حجم انبارش یا موارد این چنینی داره. از لحاظ فنی منظورم هستش. این اهمیت فنی کجاست؟ من در ادامه حالا میخوام به خیلی جزئیاتش اشاره بکنم. ببینید ما برای اینکه بتونیم کنترل و پایش صحت عملکرد داشته باشیم در عملیات گروتریزی، الزاماً و اکیداً میبایست مقدار دقیق عملیات گروتریزی رو محاسبه بکنیم با جزئیات بسیار دقیق. چرا؟ علتش اینه که ببینید ما همونطور که گفتم ما قراره یه فضای خالی رو پر بکنیم و مطمئن باشیم، ببینید اینجا خیلی اهمیت داره، و مطمئن باشیم که اون فضای خالی به درستی و به صورت کامل
پر شده باشه. اینی که ما تصمیم داشته باشیم یه کاری رو انجام بدیم تا اینکه اون کار دقیق و درست انجام شده باشه 2 تا فاز مجزاست. لذا ما برای اینکه بتونیم اطمینان حاصل بکنیم از اینکه آیا گروتی که ساخته شده، آماده شده، با زحمت قالب‌بندی شده، ریخته شده، کیورینگ شده و آیا وسط گروت یا مغزه گروت یا اون فضایی که ما معمولا دید بهش نداریم و سخته که بتونیم شاهد ماجرا باشیم، در واقع تو مرکز بیس پلیت، زیر بیس پلیت تو مرکز مقطع گروت ریزی، آیا هوای اونجا احتمالاً محبوس شده؟ آیا کاملا اون فضا به صورت بدون هوا و به صورت دقیق و درست آیا پر شده؟ خب قراره اون فضای خالی وجود نداشته باشه که بتونه به راحتی و کامل نیرویی که به بیس پلیت وارد میشه رو بتونه انتقال بده. اگر فضای خالی اون وسط وجود داشته باشه عملاً کل سیستم عمل کرده مقطع رو به خطر میندازه. خب ما چطور میتونیم این موضوع رو پایش بکنیم یا عملکرد رو بتونیم از صحتش اطمینان حاصل بکنیم؟ بهترین و حالا دقیق ترین روشی که در دنیا وجود داره برای این موضوع میزان محاسبات حجم گروت‌ریزی قبل از اینکه ما عملیات رو انجام بدیم هستش. به چه شکل؟ خب همه با واژه جرم حجمی و دانسیته آشنایی داریم. قبل از اینکه ما بخوایم این کار رو انجام بدیم و بریم سراغ پایش اصلی، ما در جریان باشید برای دوستانی که مطلع نیستن یا تازه به جامعه مهندسین در موضوع اجرا پیوستن یا کم تجربه هستن یا نوپا هستن توی سیستم صنعت ساختمانی و بحث‌های اجرایی، من اینو طرف صحبتم با دوستان عزیز تازه وارد هستش توی صنعت ساختمان. ببینید هر شرکت تولید کننده‌ای، هر برندی که هر محصول متریال ساختمانی یا بیلدینگ متریال رو در واقع در اختیار مصرف کننده ها قرار میدن، فرمولاسیون مخصوص به خودشون رو دارن. ما در 2 تا بحث داریم توی صنعت متریال مصرفی. یکی بحث حدود استاندارد هستش. فرض رو بگیریم که حدود استاندارد در گروت‌های سیمانی میگه که ما حداقل مقاومت باید 400 کیلوگرم به ازای هر سانتی متر مربع باشه و به بالا. خب ما در نفر در واقع پشتیبانی میره توی بازار یا از برندهای مختلف استعلام میکنه، نتیجه حاصل میشه که بله مثلا 5 تا برندهای مثلا A, B, C, D, E اینها شامل این در واقع موضوع میشن به استناد نتایج آزمایشگاهی و حالا خوشنامی اون برند و اعتبارشون و حالا دلایل. خب تصمیم میگیرین که در واقع این از یک برندی خریداری بشه. ولی نکته اینجاست، لزوماً همه این برندها وزن مخصوص اون یک متریال خاصی که شما دارین خریداری میکنین میتونه یکسان نباشه و نکته اصلی برای کار ما اینجا و حیاتی، در اون نکته حیاتی میتونم بگم اینجا مشخص میشه که همیشه من پیشنهاد و توصیه میکنم که هر متریالی هر چقدر هم که شما بارها و بارها این کار رو در پروژه های مختلف انجام دادین، ممکنه من دوستانی دارم که بیش از 25 سال 30 سال تجربه اجرایی در پروژه های مختلف توی اسکیل های مختلف صنایع مختلف، نفت و گاز و پتروشیمی، صنعت راهبان، صنعت در واقع ساختمان، بیمارستان سازا، دوستان تجربیات بسیار کامل و زیادی دارن توی صنایع مختلف و هی در طول مدت زمان وقتی شما یه عمل کرد و یه عملیات رو هی انجام میدین در مقاطع مختلف زمانی، بعضا ذهن انسان باعث میشه که اینو ساده انگاری بکنه و به عنوان یه روتین در نظر بگیره. تقصیری هم ندارم دوستان، ولی میخوام
من تلاشم اینه که به شما این مطلب رو منتقل بکنم که عملیات گروتریزی در پروژه ها بسیار ساده انگاری در نظر گرفت، ساده انگاری میشه یه جورایی، ولی اینطور نیست. من تلاشم اینه این مطلب رو بتونم منتقل بکنم و در ادامه متوجه میشین چرا و چگونه این اتفاق میتونه خطرات بسیار بزرگی رو به همراه داشته باشه. خب حالا برمیگردیم سراغ موضوع اصلی. اینه که پس تا اینجا متوجه شدیم که هر محصولی که هر شرکت تولید کننده‌ای در اختیار کارگاه یا پروژه ما قرار میده مشخصات فنی مخصوص خودش رو داره. مشخصات فنی که اینجا توی در واقع این مقطع زمانی و این موضوعی که من دارم خدمتتون عرض میکنم برای ما اهمیت داره، موضوع وزن مخصوص، چون قرار ما میزان حجم گروتریزی رو در نظر بگیریم. ببینید وزن مخصوص گروت دو مدل داره. یه مدل در واقع در زمان خشک اندازه گیری میشه که یه پودر آماده نشده هست و موضوع بعدی وزن مخصوص خیس گروت هستش، زمانی که از حالت پودری به حالت سیال در اومده، یعنی ما آب رو بهش اضافه کردیم و میکس انجام شده، بعد اون موقع وزن مخصوص متفاوته. ما اگه بیایم با وزن مخصوص خشک یه حجمی رو اندازه بگیریم، عملا محاسباتمون دقیق پیش نرفته و خیلی تفاوت داره. اساساً حالا من به صورت کلی میگم، این اعداد همونطور که قبلا هم گفتم تو جملات قبلی ممکنه تغییر بکنن. در وزن مخصوص خشک معمولاً بین از 1.6 من دیدم وزن مخصوص خشک گروت اسپای سیمانی تا 1.85 یا 1.87 هم حتی مشاهده شده. این وزن مخصوص متغیری هستش که حالا ما نرمال میگیریم 1.8 کیلوگرم به ازای هر 1 سانتی متر مکعب در حالت خشکش. ولی همین وزن مخصوص اگه در حالت خیس باشه معادل 2.4 میشه. ببینید تفاوت بسیار بالاست. یعنی شما اگر یه اشتباه خیلی کوچیکی در واقع اینجا انجام بشه و نادیده گرفته بشه، این خیلی تاثیر بزرگی میتونه داشته باشه در نتیجه عمل کرد. پس پیشنهاد و توصیه اکیدم به دوستان اینه که حتما بررسی بکنن. وزن مخصوص خیس مورد نظر ما هستش. اگر درج نشده در مشخصات فنی محصول TDSش، دیتا شیتاش، حتما از تولید کننده این رو بخواین، باید در اختیارتون قرار بده و درج شده باشه که شما طبق این محاسبات پیش برید. خب ما احجامی که برامون اهمیت داره این هستش. من یه موضوعی رو اینجا پرانتز باز کنم بگم. توی خیلی از پروژه هایی که معمولا میگم باز میره تو سراغ صنعت نفت و گاز اتفاق میفته، این شکل هستش که شما بعضن حفره هایی در فونداسیون ایجاد میشه و بولت هایی همزمان با عملیات گروتریزی در واقع کار گذاشته میشه در محل نصب اون تجهیزات، به این شکل که فضای بین بولت و فونداسیون و همچنین فضای بین فونداسیون و بیس پلیت به صورت یک جا پر میشه. قطعا دوستان باش برخورد داشتن، دوستانی که تجربه کار توی فضای پتروشیمیا داشتن یا پروژه نفت و گاز. این عملیات مهمه به خاطر اینکه الایمنت و جایگذاری و به قول معروف رگلاژ های بسیار دقیق و ریزی، حالا خیلی با جزئیات بالایی وجود داره در این زمان و بعضا تجهیزات انقدر وزنهای سنگینی دارن که با جرثقیل های مخصوصی این کار انجام میشه و این جرثقیل با حرکت های بسیار جزئی الایمنت در واقع دوستان انجام میدن و نیروهای متخصص و فوق تخصص این کار هستن، بعضا بسیار زبدن توی این موضوع، با یه دقت بسیار بالای این
و زحمت، به خیلی زحمت زیادی داره. من نزدیک شاهد چندین پروژه این چنینی بودم، نزدیک با دوستان در تعامل بودیم، کاملا اینو احساس کردم که چقدر کار پرتنشی میتونه باشه و چقدر کار حساس و دقیقی هستش. خب حالا من دقیق بودن و حساس بودنش هم اینجا مشخص. ببین شما وقتی یه تجهیز روتاری یا تجهیز رفت و برگشتی میخواین نصب بکنین، کوچکترین خطایی در نصب، در الایمنت، در لول بودن اون تجهیز باعث میشه که خسارت به خود تجهیز وارد بشه. اگر محور ایکس و ایگرگش رعایت نشه، اگر محور رفت و برگشتش رعایت نشه، یا اگر شفتی وجود داشته باشه که این شفت دو تا تجهیز رو به هم متصل بکنن، اگر این دو تا تجهیز در الایمنت مناسبی نباشند و در محور درستی قرار نگیرند، نیروهایی که به هم دیگه اعمال میکنن دقیق نخواهد بود، محوراشون خطا داره و این خطاها باعث آسیب‌های جبران ناپذیری میشه. قطعا ممکنه که اون، یعنی در ظرف مدت بسیار کوتاهی باعث میشه که اون تجهیز از دور خارج بشه و آسیب جدی ببینه. حالا به غیر از آسیب‌هایی که ممکنه مالی و حالا زمانی باشه، آسیب‌های جسمی هم ممکنه به اپراتورهای اطراف خودش در واقع تاثیرگذار باشه و خطرناک باشه. خب لذا حالا همه اینا رو گفتیم، از اونجایی رسیدیم به اینجا که این محاسبات حجم بین بولت و اون حفره و علاوه قطرهای اونها، یعنی حجم سوراخ که بولت قرار داخلش قرار بگیره منهای اون بولتی که قرار داخلش باشه، همچنین اون فضای بین بیس پلیت و فونداسیون اینجا اهمیت پیدا میکنه. اینا رو تجمیع میکنیم، اون فضای خالی رو به دست میاریم و در وزن مخصوص، حالا میذاریمش داخل فرمول با وزن مخصوص، به حجم مورد نیاز گروت خواهیم رسید که چقدر و چند کیلوگرم ما گروت احتیاج داریم تا اون فضا به نحو احسن و بدون حضور هوا پر بشه. اینجا قطعا اگه حالا با دقت بخوایم بپردازیم، یه موضوعی رو شما براتون سوال پیش میاد که ما خب شما در مورد ارتفاع گفتی، در مورد فاصله بین بولت و حفره بولت هم توضیح دادی و یه چیز رو به ما نگفتی، اینکه ما اگر یه فونداسیون داشته باشیم مثلا 1 متر مربع طول، 1 متر مربع عرض و سایز بیس پلیتمون 80 سانتی متر باشه در 80 سانتی متر، این فضای گروتی که ما بین لبه فونداسیون تا لبه بیس پلیت هستش رو ما چقدر حساب بکنیم یا چقدر در نظر بگیریم؟ این میشه گفتش که یکی از بزرگترین چالش هایی هستش که شاید بیش از، من به جرئت بگم بیش از 80% در پروژه های ساختمانی به اشتباه انجام میشه و استاندارد نیستش و پیامدهای جالبی و همراه داره که من اینجا بهش اشاره میکنم. منظورم از جالب نه اینکه خوب باشه، پیامد خوبی نیست، ولی خیلی باعث چالش میشه و این چالش خیلی چالش جالبیه. من ادامهش رو خدمتون عرض میکنم. محاسبه مساحت گروتریزی در واقع به این چنین باید باشه که از هر طرف بیس پلیت ما صرفاً طبق استاندارد مجاز به در واقع در نظر گرفتن 2 اینچ یا معادل 5 سانتی متر از لبه بیس پلیت در اطراف مقطع گروتریزی هستیم، چه در گروتریزی سیمانی و چه در گروتریزی اپوکسی. و از طرفی که میخوایم گروتریزی رو انجام بدیم صرفاً، یعنی فقط یک وجه بیس پلیت، این اندازه میتونه تا 3 اینچ افزایش پیدا بکنه، معادل 7 سانت و نیم، یعنی 75 میلیمتر. ما صرفاً در یک سمت و یک جهت از در واقع بیس پلیتمون میتونیم این فضا رو داشته باشیم. قالب بندی باید انجام بشه، فارغ از اینکه سایز فونداسیونمون
چقدر هست و اینکه نزدیکش هست یا اینکه دورترش هست، فاصله چقدر باشه، این اصلا مورد ملاک نیست و نخواهد بود. اتفاقی که داره تو پروژه ها میفته این چنین هستش که برای اینکه سهولت در بحث قالب بندی باشه و اجراش ساده تر باشه، میان قالب رو در امتداد سطح فونداسیون در نظر میگیرن و قالب رو میبندن و فضایی که بین لبه فونداسیون تا لبه بیس پلیت هستش بعضا میبینین که 10 سانتی متر، 15 سانتی متر، 12 سانتی متر یا بیشتر یا کمتر این انجام میشه. خب که استاندارد نیستش. در ادامه من میخوام اینو بپردازم بهش که اصلا چرا استاندارد نیست، چه خطراتی به همراه داره، علتش چیه و اینکه ما چرا انقدر به عنوان یکی از چالش برانگیزترین مواردی توی فرآیند گروتریزی و عملیات گروتریزی اصلا به این موضوع میپردازیم. این از این جهت هستش که 2 تا دلیل کلی وجود داره. دلیل اولش مقدار مصرف گروت هستش. حالا در گروت‌های سیمانی به واسطه اینکه محصول گروت یا مواد گروت سیمانی مواد خیلی گران قیمتی در مسائل ساختمانی به شمار نمیره، شاید به چشم نیاد عدد میزان مصرفش، ولی در گروت‌های اپوکسی این عدد مهمه و حجم زیادی رو در واقع لحاظ ریالی بار زیادی اعمال میکنه پروژه. این یک موضوع مهمتر این هستش که لازمه من قبلش یه توضیح در خصوص عملکرد گروت مثلا تو گروت‌های سیمانی بهش بپردازم، به توضیح بدم که توی پادکست شماره 1 بهش پرداخته بودم. ببینید همونطور که گفتیم توی گروت‌های سیمانی اتفاقی که در فرایند واکنشش میفته این چنینه که عملکرد اکسید آلومینیوم یا گروت جی1 در ساختار فرمولاسیون گروت جی2 باعث میشه که تسعید اتفاق بیفته، گاز ایجاد بشه و به صورت اندازه مایکرو انبساط حجمی در فضای داخلی ملات گروتمون ایجاد بشه و پیرو همه این مواردی که عرض کردم این انبساط بیاد اون شرینکیج یا جمع شدگی ناشی از خروج و تبخیر هوا، بخار آب یا آبی که در واقع تبخیر میشه، اون فرآیند خروج که جمع شدگی اتفاق میفته رو جبران بکن. این کلیت ماجرا است. حالا در این فرآیند یه اتفاق دیگه هم میفته، اینکه ما طبق این فرآیند یک نیرویی رو از پایین به بالا در ملات گروتمون شاهد هستیم که اعمال میکنه به سمت بالا در فرآیند انبساط. چرا به سمت بالا؟ چرا به سمت چپ و راست نه و یا به سمت پایین؟ به خاطر اینکه محصور شده. گروتی که ما در داخلی قالب میریزیم از کجا امکان افزایش حجم داره؟ از جهتی که محصور نشده باشه دیگه، که اون هم سمت بالا هستش، چون از طرفین که به قالب مهار شده، از کف هم که به فونداسیون در تماسه، میمونه سطح رویه مادامی که در تماس با بیس پلیت هستش. بیس پلیت این نیرو رو مهار میکنه به واسطه ثباتش و نیرویی که خود بیس پلیت رو پایین میتونه در واقع اعمال بکنه و فشار بیاره. ولی در فضای خالی بین بیس پلیت و لبه فونداسیون این فضا خالیه و فضای و جای بسیار مناسبی برای خروج و در واقع اعمال نیروی رو به بالا توسط اون افزایش حجمی هستش که برای جبران شرینکیج اتفاق میفته. خب طبق استاندارد در نظر گرفته شده که این فضا اگر در اندازه 2 اینچ یا حالا 5 سانتی متر باشه
مشکل ایجاد نمیکنه و ما این نیرو آنقدری زیاد نخواهد بود که باعث ایجاد ترک و تغییرات ناشی از در واقع این نیرو، تنشی که ایجاد میشه انقدر زیاد نیستش که باعث ایجاد ترک بشه. تا 3 اینچ هم که ما مجاز هستیم در جهت عملیات گروث‌ریزی. یک وجه فضای گروث‌ریزی رو در واقع مجوز داریم که سایز رو تا 3 اینچ بیشتر بکنیم، معادل 7 سانت و نیم. ولی بیش از 7 سانت و نیم باشه، یعنی من حالا تجربی میگم تا 9 یا 10 سانت اگه باشه، قطع به یقین اون فضا ترک میخوره، چون تنش بیشتر میشه. تنش وقتی زیاد بشه تا حدی قابل تحمل توی اون فضا و بیش از اون باعث ایجاد ترک میشه. خب حالا موضوع ترک توی گروت‌های سیمانی بسیار موضوع جدیه. یعنی ما شاید توی بحث بتون ها، توی بحث پیوینگ های بتونی، حالا یا کفسازی های بتونی یا دال های بتونی، ترک بتون رو شاید هستیم. حالا عوامل خیلی مبحث گسترده ای داره، علتش، دلایلش، اینکه چه عواملی باعث ایجاد ترک روی بتون میشن، سایز ترک به چه شکلی هستش، پترن ترک به چه شکلی هستش، چه اشکالی داره، شناسایی نوع ترک، شناسایی آسیب شناسی این ترک ها و اینکه ترک زنده است یا اینکه ترک حرکت میکنه و خیلی بحث گسترده ای داره. ولی ما هر چقدر که اونجا اون مباحث رو روی ترک و بحث کرکینگ روی سازه های بتونی داریم، وقتی این ترک میاد توی فضای گروتینگ، تمام ابعاد و اندازه هایی که ما توی بحث سیمان و بتون داشتیم، بسیار ابعاد کوچیکترش برای ما توی بحث گروت اهمیت بسزاتری داره. یعنی خیلی مهمتره. ما یه ترک مویی اگه روی سطح بتون داشته باشیم شاید بتونیم چشم پوشی بکنیم به واسطه آیین‌نامه ها و استانداردهایی که داریم، ولی توی بحث گروتینگ ترک مجاز نیست اصلا. و این موضوع ترک متاسفانه من خیلی جاها توی پروژه های ملی دیدم و شاهدش بودم که به راحتی از این موضوع میگذرن و حاصل این گذشت نابجا در این پروژه ها باعث میشه که با تخریب های زود هنگام توی سازه های مکانیکال، سازه های صنعتی مواجه بشیم، توی ساختمان ها با عدم عملکرد مناسب رفتار سازه‌ای مواجه بشیم. خیلی تاثیرهای مهمی میذاره، خیلی تاثیرهای میشه گفتش که مخربی میتونه به همراه داشته باشه. خب همه اینا مهمه، ولی به شرط اینکه ما، اگر مثال میزنم، اگر عالم به این موضوع باشیم که با یه ابعاد قالب‌بندی ساده و با رعایت این موضوع به راحتی و با بدون دغدغه، بدون کوچکترین هزینه یا نگرانی میتونیم جلوی این ترک خوردگی رو توی مبحث گروث‌ریزی جلوش رو بگیریم و در واقع جلوگیری بکنیم از این موضوع، خب خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. خیلی این ضمن این که حالا من در کنارش باید اینو بهش اشاره بکنم، ضمن این که مقدار مصرف محصول گروت و اون مساله ساختمانی هم که داریم اونجا استفاده میکنیم کاهش پیدا میکنه. من حتی حالا جالب اینم خدمتون اینجا بگم، شنیده های خودم هستش، حتی در پروژه ها بعضا وقتی اشاره میکنیم به این موضوع به دوستان که کار اجرا انجام دادن و به شکل نابجایی این قالب بندی رو اطراف فونداسیون در نظر گرفتن با سطح آزاد زیاد، بهشون میگیم آقا خب استاندارد این چنین گفته، چرا شما عملکردتون به این شکل؟ با اینکه عالم به موضوع هستین ابراز میکنن که برای زیبایی قضیه است. خب این جای تأسف داره. امیدوارم که همه رعایت بکنن، روزی بشه که بحث مقررات و آیین‌نامه ها و استانداردهایی که تبیین شده برای عملکرد در واقع اجرایی یا دستورالعمل‌های اجرایی که
سالها بعضا دوستان زحمت میکشن، افرادی که اینا رو تدوین میکنن افراد با سابقه ای هستن، تجربیات بسیار دقیق و زیادی دارن توی این موضوع، اینا رو تدوین میکنن رعایت بشه. امیدوارم روزی شاهد این باشیم که اهمیت اجرای این موارد از اهمیت زیبایی سلیقه‌ای بیشتر باشه و رعایت بشه در تمام پروژه‌های کشورمون. انشالله شاهد اجرای صحیح در واقع پروژه به نحو احسنت باشه. خب اینجا میشه گفتش که این بحثمون پایان میگیره. یه موضوع دیگه ای هم که خدمتون باید بگم و مهم هستش این هستش که ما زمانی که مقدار حجم گروت رو اندازه میگیریم، وقتی که اون گروت ساخته میشه ریخته میشه، مقداری از این گروت به ظرف هایی که در حال انتقال هستن و کمک میکنن به ما که این گروت در جای خودش قرار بگیره میچسبه، باقی میمونه که با مقدار پرت 2 الی 5% بسته به میزان تعداد و حجم پروژمون قابل اندازه گیریه و در نظر داشته باشین که ما به اندازه‌ای گروت ریزی رو انجام میدیم، ارتفاع گروت ریزی رو منظورم انجام میدیم که همیشه سطح بالایی قالب ما با در واقع سطح پایینی بیس پلیت ما در یک راستا باشن و تا زمانی گروت ریزی انجام میشه که سطح گروت با لبه قالب ما همراستا باشه و تراز باشه که میشه دقیقاً سطح زیرین بیس پلیت ما. فارغ از اینکه بیس پلیت ما در چه ضخامتی باشه، ما باید سطح زیرین بیس پلیت رو معیار قرار بدیم. من پروژه های در واقع اروپایی که باشون همکاری داشتم یا کارشناسایی که عملیات گروت ریزی رو در اروپا انجام میدادن باشون مشورت میکردم، متوجه شدم که با یه درصد رواداری در حد 0.5% فاصله بین سطح زیرین بیس پلیت با سطح رویه فونداسیون بیشتر در نظر میگیرن اندازه سطح لبه قالب رو که در سیف ساید باشن یا در واقع اوور دیزاین در نظر میگیرن برای اطمینان از اعمال فشار بیشتر گروت به صفحه زیرین فونداسیون برای اطمینان از خروج هوای محبوس شده احتمالی در سطح زیرین فونداسیون. نکته زیاده در پادکست های بعدی بهش میپردازیم با حالا اون موضوعات رو من جداگونه در نظر میگیرم. خواهش که از شما دارم اگر نکته خاصی هستش، اگر پروژه خاصی در نظر دارین یا در حال انجام هستین، خوشحال میشم بتونم کمکی بکنم یا مشاوره بدم. خدمات مشاوره ما رایگان هستش، با مراجعه به لینک هایی که در زیر همین پادکست دوستان در اختیارتون میذارن ارتباط بگیرین. محسن فراهانی هستم، خوشحال میشم بتونم کمکی بکنم. امیدوارم که پروژهاتون بی‌نقص پیش بره. به امید دیدار. ممنون از شما. خدا نگهدار.